دارها من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله الله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة وأنزل التوراة والإنجيل من قبل هدى للناس و بینات من الهدى والفرقان. باز هم الله متعال سپاس میگیم و شکر و حمد او را به جا میاریم که بر فهم دین الله متعال و فهم زندگی رسول الله صلی الله علیه و سلم برای شما توفیق اشتراک در درس را نصیب کرد و از الله استدعا داریم نیت‌های ما را خالصانه بگردانه و اعمال خیر ما را مورد قبولش قرار بده. موضوعی را که انشاءالله امروز صحبت در موردش میکنیم منزلت و جایگاه رسول الله صلی الله علیه و سلم در میان عربها قبل از بعثت هست. شناخت این نکته هم مهم از این خاطر هست که شما در مورد شخصیت پیامبر صلی الله علیه و سلم صحبت میکنیم و طبعا شخصیت پیامبر صلی الله علیه و سلم امور رقمی که در درس قبلی گفته بودیم به عنوان کسی که مورد تربیت الله متعال بوده و الله متعال در قرآن کریم حالات مختلف زندگی رسول الله صلی الله علیه و سلم را ذکر میکنه و نه تنها از رسول الله صلی الله علیه و سلم بلکه همه انبیاء علیهم السلام به همین ترتیبن. یعنی وقتی الله متعال اراده میکنه که کسی را به عنوان نبی و رسول مبعوث بکنه از ابتدا در مشیت الله تبارک و تعالی و به تعبیر خود قرآن کریم در زیر نظر الله تبارک و تعالی پرورش پیدا میکنه. مثل که الله متعال در مورد موسی میگه و القیت علیک محبتا منی ولتصنع علی عینی اذ تمشی اختک فتقول هل ادلک تا آخرش هم داستان موسی علیه السلام را از هنگام تولدش ذکر میکنه. تحت نظر و تحت دیدگاه ما بود و ما شرایط بگونی که میخواستیم آماده میکردیم. رسول الله صلی الله علیه و سلم هم به عین ترتیب بوده و شناخت و منزلت پیامبر صلی الله علیه و سلم و جایگاه پیامبر صلی الله علیه و سلم قبل از بعثت به خاطر این مهم هست که گاه وقتا عده‌ای از کسانی به دنبال ازی هستند که انبیاء علیهم السلام را از لحاظ منزلت قدر و منزلت از اونها را کوتاه معرفی بکنن و جایگاه از اونها را پایین معرفی بکنن از دیدگاه های مختلفی و به این لحاظ سر ما شما لازم هست که جایگاه و منزلت و شخصیت انبیاء علیهم السلام را قبل از نبوتشان هم بدانیم و وقتی بدانیم پیامبر صلی الله علیه و سلم هم قبل از نبوت یک جایگاه با شرف و با عظمت در میان قوم خودش داشته، این جایگاه در رسالت او را کمک میکنه. به همین خاطر در درس گذشته گفتیم وقتی هرقل دعوت رسول الله صلی الله علیه و سلم برش رسید، وقتی خواست در مورد پیامبر صلی الله علیه و سلم تحقیق بکنه، خیلی از سوالاتش برمیگشت به قبل از دوران رسالت که همین شخصی که آل دعوای نبوت کرده چی جایگاه و منزلتی در میان شما داشت. مثلا آیا قبلا به دروغگویی متهم شده بود، آیا فلان مورد شده بود، فلان مورد شده بود و بعد ابو سفیان هم پاسخهای خود بر از او میگه. به این خاطر شناخت شخصیت پیامبر قبل از نبوت هم یک نکته مهم هست. بعضی از مسائل در قبل از بعثت واقع شده که میتونه او ما را کمک بکنه در شناخت جایگاه و منزلت پیامبر صلی الله علیه و سلم و بعضی از شهادت های مشرکین بعد از بعثت هم ما را در این زمینه کمک کرده میتونه. نکته اولش ایست که رسول الله صلی الله علیه و سلم با وجود ازی که در یک جامعه واقع شده بود که انحرافات زیادی در میانشان بود، اما الله تبارک و تعالی رسول الله صلی الله علیه و سلم را از این انحرافات حفظ کرده بود. مثلا انحرافات اعتقادی حاکم در جامعه مکه که واقع بودن در شرک بود، رسول الله صلی الله علیه و سلم از این حفظ بود. انحرافات عبادی حاکم در جامعه مکه که در دین ابراهیم علیه السلام بدعت‌های ایجاد کرده بودن، از الله تبارک و تعالی رسول الله صلی الله علیه و سلم را حفظ کرده بود. انحرافات اخلاقی حاکم در جامعه مکه الله تبارک و تعالی رسول الله صلی الله علیه و سلم را از او حفظ کرده بود.
و در کنار از او موارد زیاد دیگه هم هست که نشان میده جایگاه و منزلت پیامبر صلی الله علیه و سلم در میان مردم یک منزلت و یک جایگاه با شرفی بوده. اول نکته مهمی است که پیامبر قبل از نبوت و قبل از رسالت هم به عنوان یک شخصیت فعال و با درک و با درایت بوده و ایرا شما حتی از دوران طفولیت پیامبر صلی الله علیه و سلم میتونین بشناسین. حتی قبل از سن 8 سالگی یعنی نبوغ و استعداد بزرگی در شخصیت پیامبر صلی الله علیه و سلم از دوران طفولیت قابل لمس بود. به همین خاطر پدرکلانش پیامبر صلی الله علیه و سلم را در مرحله طفولیت هم با خود در دار الندوه می برد، مرکز مشوره به اصطلاح مشرکین مکه. قریش جایی که مشوره میکردن به نام دار الندوه میگفتنش در جوار کعبه بود. اونجا آدمایی که حتی جایگاه و منزلت کلان نمی داشتن حق نداشتن حضور برسانن، چی رسه به اطفال. اما عبدالمطلب پیامبر صلی الله علیه و سلم را در دوران طفولیت با خود می برد و می گفت که من در سیمای پسر او چیزهایی را می بینم که عرب ها را رهبری بکنه. یعنی خب طبعا ذهنیت عرب ها در همون محدود بود، نمیدانست که الله متعال اراده کرده که این شخصیت و این کسی که امروز در حد یک طفل است جهان بشریت را رهبری میکنه و الله متعال می اراده را کرد. و می خاطر برخورد پیامبر صلی الله علیه و سلم مثل سایر اطفال واری نبود که مثلا یک عمل کرده، یک گپ نامناسب، یک حتی از دوران طفولیت. به خاطر وقتی رسول الله صلی الله علیه و سلم را در مجلس بزرگاه هم می برد، هیچ وقتی به اصطلاح باعث از این نشده بود که از بردن پیامبر صلی الله علیه و سلم در مجلس بزرگاه پشیمان شده باشه، یعنی یک کار نامناسب به سر بزنه از او. و موضوع دیگه ای که پیامبر صلی الله علیه و سلم از دوران طفولیت یک درک بلندی داشت و علت از این هم در درس قبلی اشاره کرده بودیم که شرایط زندگی رسول الله صلی الله علیه و سلم پیامبر صلی الله علیه و سلم در وضعیتی قرار میداد که پیامبر با یک درک بلند بزرگ شود، مشکلات و سختی هایی که در زندگی با او مواجه شده بود. به همین خاطر بعد از وفات پدرکلانش هنگامی که رسول الله صلی الله علیه و سلم در خانه ابو طالب کاکایش میره، رسول الله صلی الله علیه و سلم از لحاظ سنی کوچک است، اما باز هم در تلاش از این میشه که نوعی به اصطلاح به تعبیر ما شما در پای خود بیسته و ضرورت های زندگی خودش برآورده بکنه در حد توانش و از در کنار از او اگر بتونه نوعی با کاکایش کمک بکنه، چون ابو طالب از لحاظ اقتصادی وضعیت اقتصادی مطلوبی نداشت و فرزندان زیادی هم داشت و به این خاطر پیامبر صلی الله علیه و سلم در دورانی که کمی به این حد میرسه که از لحاظ عقلی و از لحاظ فیزیکی بتونه یک کاری بکنه، در جستجوی پیدا کردن کار و شغل برای خود میشه تا هم نیازمندی های خود برآورده بکنه و هم بتونه کاکای خود کمک بکنه و این در مرحله طفولیت تقریبا میشه برش بگیم هست، یعنی قبل از مرحله 12 سالگی این مراحل هست. و به همین خاطر پیامبر صلی الله علیه و سلم در حدیث میگه همه انبیا علیهم السلام چوپانی کردن. بعد از پیامبر پرسیده میشه که شما هم یا رسول الله صلی الله علیه و میگه بله من هم در بدل چند مقداری از پول گوسفندان فلان قبیله را چی میکردم، چوپانی میکردم. یعنی این در مرحله طفولیت است و اون مرحله است که رسول الله صلی الله علیه و سلم در تلاش از این میشه که مسئولیت پذیری را بر خود بگیره. یعنی درک این مسئله برای کسی که یک فهم بلند نداشته باشه سنگین هست. خیلی از جوانای امروزی رو ببینین کته سوته آدم شده، بازم وابسته به پدر خود است، نه اگه پیسه هم ضرورت میشه میره آقا با من پیسه بده اگر یعنی درک پایینی قرار دارن. اما رسول الله صلی الله علیه و سلم به خاطر مواجه بودن با مشکلات شخصیتش به گونه‌ای ساخته شده بود که کوشش میکرد روی پاهای خود بیسته. و این یک مورد دیگه هم است که رسول الله صلی الله علیه و سلم به اون مرحله رسیده بود که بزرگان مثلا خانوادهشان حق میدیدن که او را در کارهای کلان سهیم بگردانند. یک نمونه کلانش است که شما میدونین در درس قبلی هم اشاره کرده بودیم که قریش به خاطر سفرهای تجارتی به شام سفر میکردن. رسول الله صلی الله علیه و سلم غالبا در سن 12 سالگی رسیده بود که ابو طالب کاکاش تصمیم میگیره پیامبر صلی الله علیه و سلم را در یک کار بزرگ تجارتی و اقتصادی و اجتماعی و حتی میشه برش بگیم یک سفر بیرون مرزی از محدوده جغرافیای جزیره العرب ببره. و طبعا اگر پیامبر صلی الله علیه و سلم از لحاظ فکری و فیزیکی و روحی و عقلی اگر به این نمو نمیرسید
طبعا ابو طالب اجازه به اصطلاح خدا اجازه نمیداد که با رسول الله صلی الله علیه و با خود ببره. و به خاطر پیامبر صلی الله علیه و سلم در این مراحل میره، یعنی به تعبیر یک سفر بیرونی از جزیره العرب میکنه و با فرهنگ های مختلف، با تمدن های مختلف، با باورهای مختلف آشنا میشه و نوع معاملات موجود در جامعه امروز را درک میکنه، از نزدیک میبینه. و در این سفر یک حادثه دیگه هم که در سیرت شهرت پیدا کرده، ملاقات رسول الله صلی الله علیه و سلم با بحیرای عرب، یکی از بزرگان مسیحیت هست که در مسیر چی قرار داره؟ در مسیر مکه و شام قرار داره. این مسئله یک مسئله است که غالبا اکثریت در روایات سیرت نقل کرده او را. گاه وقتا عده‌ای از انسان‌های مغرضه گاهی وقتا در تلاش از این میشن که از این ملاقات پیامبر صلی الله علیه و سلم که ممکن ملاقات در حد چند دقیقه یا کمتر از یک ساعت هم قدرها بوده باشه، از این یک گپ بسیار عجیب و غریبی بیرون بیارن که گویا محمد میگه پای را که باز بعدها آمده دعوای پیامبری کرده، این گپا را از بحیرای عرب یاد گرفته بوده. بحیرای غیر عرب بود، مشهور است به نام بحیرا، که یک دانشمند مسیحی بود. البته علمای سیره نویس در این مورد میگن وقتی بحیرا به عنوان یک از بزرگان مسیحی، چون اونها نشانه های آخرین بعثت پیامبر را میدانستند و این نکته را شما از داستان ایمان آوردن سلمان فارسی بهتر درک کرده میتونین که عرب ها در همین مراحل زمانی خاص منتظر بعثت آخرین پیامبر بودن. در بخشی از زندگی از اون میآید که او یکی از اولاد یکی از بزرگان دینی مردمان فارس بود و پدر از او کوشش میکرد که بسیار همونطور خوب متدین در دین خودش تربیت بکنه و میخاطر نوعی از ارتباط از او با مردم بیرون جلوگیری میکرد و غالبا در عبادتگاه می بود. به این خاطر وقتی یک نفر، طبیعت انسان ها بگونه است، وقتی شما از یک نفر از چیز منع بکنین، باز حس جستجوگری از او بیشتر چی با چی گپ است که من نمیمونن. به این خاطر این حس در سلمان فارسی ایجاد شده بود که چطور پدرم ممانعت میکنه از داشتن ارتباط با دیگران. تصورش بود که اگر من مثلا او را در محدوده عبادتگاه ها و در فعالیت های خاص منحصر بکنم، ممکن آدم خوب متدین تری بوده باشه. خب بر ترتیب داستانش تفصیلی است. ما هدف اصلی من فقط اشاره به این نکته است که بعد از اینکه سلمان فارسی از امو محدوده به اصطلاح که پدرش برش تعیین کرده که فقط امو باورها و اعتقادات تنها خود بدانه، اینا وقتی بیرون میبره میفهمه که مردم دارای باورها و عقاید مختلف زیادی هستن، بعد در جستجوی حق میشه. داستان بسیار تفصیلی داره. بالاخره پیدا میکنه که دین حق امو دینی است که تا قبل از بعثت پیامبر صلی الله علیه و آله دینی است که الله تبارک و تعالی عیسی علیه السلام را بر اون مبعوث کرده بود و غالبا هم پیش او بزرگان مسیحی میرفت که بر مبنای عقیده اصلی دین عیسی علیه السلام باقی مانده بودن که توحید بوده باشه به او. و به همین خاطر آخرین نفر را که آخرین دانشمند مسیحی را که سلمان فارسی ملاقات میکنه، غالبا یکیش که وفات میکرد، بعد میگفت فلانی منطقه یک دانشمند دیگه هست که همین عقاید اصلی داره، پیش از او برو. اینمی مرحله چند بار میگذره. بعد آخرین نفری که از دانشمندان مسیحی سلمان فارسی پیش از او هست و او وقتی در معرض مرگ قرار میگیره، بر سلمان فارسی میگه من کسی رو نمیشناسم از دانشمندان مسیحی که عقاید اصلی دین مسیحیت رو پیش از او حفظ بوده باشه و این باورهای تحریف شده در نزد و اصلا وارد نشده باشه. به همین خاطر میگه من تو را میگم که برو در فلانی منطقه آدرس چی رو برش میته، آدرس مدینه منوره را برش میته، چون خصوصیات جایی را که پیامبر مثلا حجرت هم میکرده بود در کتاب‌های از اونها بود. میگه ما امیدوارم زمان آخرین پیامبر رسیده باشه که این به اسلام مبعوث میشه. یعنی تا این حد خصوصیاتی که پیامبر صلی الله علیه و سلم در کتاب‌های از اونها آمده بود که بسیار واضح درست بگه که مثلا زمان آخرین پیامبر مبعوث شده. و میخاطر بحیرا همین نکته را درک میکرد و در جستجوی از این بود که بعضی از نشانه‌های را بیابه که این شخصیت چی کسی میتونه بوده باشه. میگن بحیرا چطور فهمید که در عمیق قافله‌ای که از طرف مکه میآید پیامبر صلی الله علیه و سلم هست. من تصور من است که زمان که امو دانشمند دیگه بر سلمان فارسی گفته بود، اینمی زمان، نزدیکی بودن این زمان باعث شده بود که اونها در جستجوی ای بوده باشند که چی کسی در وجود چی شخصیت نشانه های از نبوغ فوق العاده دیده شود که امکان پیامبر بودن او وجود داشته باشه. و ایره حتی در مراحل طفولیت پیامبر صلی الله علیه و سلم هم وجود داشت. در مراحلی که پیامبر صلی الله علیه و تازه تولد هم شده بود، خصوصا بعضی از دانشمندان یهودی در جستجوی از این نکته بودن
که ممکن آخرین پیامبر مبعوث شود و امیدواری از اونهایی بود که از بین ما بوده باشه، اما باز هم میترسیدن که در میان سایر قبایل باشه. در جستجوی از این نکته بودن و مسیحی ها هم بودن، یهودی ها هم در جستجوی این نکته بودن. این میتونه علامت دقیق تری بوده باشه برای از که وقتی بحیرا این قبیله رو میبینه، گرچه یک روایتی است که میگه بالای رسول الله صلی الله علیه و سلم یک ابر روان بوده، چون شدت آفتاب در جزیره العرب زیاد بوده. الله تبارک و تعالی به عنوان یک نعمت برای پیامبرش کرده داشته باشه. این ممکن درست باشه، ممکن درست نباشه. اگر فرصت شد ان شاء الله این روایت باز ارزیابی میکنیم. میتونه این هم یک نشانه بوده باشه. بعد وقتی بحیرا با پیامبر صلی الله علیه و سلم ملاقات میکنه، اول ازش میپرسه که این فرزند کی هست؟ ابو طالب میگه فرزند من هست. میگه نه، این باید پدر نداشته باشه. ابو طالب میگه بله، این برادرزاده من هست که من سرپرستی از او فعلا میکنم. بعد از پیامبر صلی الله علیه و سلم بعضی سوالات میپرسه در مورد مثلا بت‌ها. رسول الله صلی الله علیه و سلم ناخوشایندی خود ابراز میکنه. بعد از ابو طالب پرسان میکنه که چی رقم آدم است، چی رقم کارها میکنه، با چه چیزهایی مشغول است، از لحاظ به اصطلاح شخصیتی، از لحاظ چیز. ابو طالب در مورد پیامبر صلی الله علیه و سلم وقتی برای اون معلومات میده، او برش میگه من امیدوارم این برادرزاده تو یک شخصیت بزرگی شوه و به خاطر میگه ایره از شر دشمنانش حفظ بکن، ممکن آدمای زیادی بر از این بخواین ضرر برسونن. و وقتی این گپ بحیرا به عنوان یک دانشمند میگه، ابو طالب کمی میترسه، حتی یک بار تصمیم میگیره که پس دوباره پیامبر صلی الله علیه و آله مکه روان بکنه، اما باز میگه که خیر، راهی بسیار طولانی بزرگی باقی مونده، میریم در شام و امی کارهای تجارتی خود زودتر انجام میدیم، پس دوباره برمیگردیم. بر ترتیب ای که اگر کسی خواسته باشه از این ملاقات پیامبر صلی الله علیه و سلم تو یک استدلال بکنه که گویا پیامبر صلی الله علیه و سلم هر آنچه که در قرآن از جانب الله متعال آمده ای هم از بحیرای راهب آموخته، و این یعنی یک گپ بسیار احمقانه و خرافاتی واضح است. واضح ترین دلیل برای که پیامبر صلی الله علیه و سلم از جانب الله متعال مستقیم برش وحی می است که همه نکات منحرف همه ادیان الهی تحریف شده را بسیار به صراحت رد کرده. رسول الله صلی الله علیه و سلم اگر نعوذ بالله یعنی این فرضیت درست می بود که پیامبر صلی الله علیه و سلم از دانشمندان یهودی یا نصرانی چیزی آموخته، خب پس بعد امو عقاید را می گرفت دیگه، در حالی که شما می بینین جدی ترین نقدها در میان در سر دین یهودیت و نصرانیت از در قرآن کریم مطرح است. یعنی بسیار با صراحت، بسیار با استدلال قدرتمند و با منطق بسیار بلندی رد کرده میشه. پس اگه پیامبر از اونها می آموخت، پس امو گپا را باید میگفت، در حالی که پیامبر صلی الله علیه و سلم میآید بسیار با جدیت قاطع او را رد میکنه. یعنی این گپ بسیار واضح است و فکر میکنم گاهی وقتا همی اسلام ستیزا وقتی در تلاش از این میشن که برای اسلام گپ بزنن، هیچ نمیسنجن که گپ ما چه بی عقلی کلام داره، اما میگن فقط هدفشون نیست که یک شبهه ایجاد بکنن. یعنی من تصور میکنم یکی از ضعیف ترین شبهه ها و احمقانه ترین شبهه ها همیست که کسی بیا بگه آنچه را محمد گفته از بزرگان یهودی و نصرانی آموخته. صریح ترین و قطعی ترین دلیل بر رد است که در اسلام جدی ترین موقف در مقابل اهل کتاب وجود دارد، در باطل کردن دیدگاه های از اونها، در ارائه کردن مثال های عملی بر تحریفی که در اونها در ادیان الهی آوردن. و شما حداقل سوره آل عمران ان شاء الله در ترجمه باز میخونین، شما ببینین او یک گفتمان دینی میان اسلام و مسیحیت است و بسیار قاطعیت اونها را رد میکنه. یهودیت یا اهل الکتاب یا اهل الکتاب یا اهل الکتاب، این کلمه اهل الکتاب در قرآن کریم ده ها بار میآید و همه نقد میکنه و روی نکات اساسی انحرافات بزرگ اعتقادی، اخلاقی، دینی که بزرگان مسیحیت به واقع بودن و بزرگان یهود به واقع بودن خیلی واضح اونها را باطل میکنه و اونها را رد میکنه. بر ترتیب این یعنی هدف ما به اینجا اشاره به این نکته بود که سفر رسول الله صلی الله علیه و سلم در مرحله یعنی خردسالی در یک سفر بزرگ تجارتی که طبعا از لحاظ مثلا سختی ها و مشکلات زیادی هم داشت و چیزهای آموخته های زیادی را بر خود میگرفت و امی که ابو طالب پیامبر صلی الله علیه و سفر با خود میبره، این یک نشانه از نبوغ شخصیتی و رشد فکری و عقلی و جسمی رسول الله صلی الله علیه و سلم هست که قضایا را درک کرده میتونه و به خاطر ابو طالب امور صحیح میکنه. و نکته دیگه ایست که پیامبر صلی الله علیه و سلم هم از حوادث واقع شده در جامعه خودش غافل نبود، همیشه در همه موارد اشتراک میکرد. اگر مثلا گاهی وقتا جنگا اگر میگفت مثلا نوعی اشتراک میکرد ولو سنش خورد بود. مثلا یکی از جنگ هایی که در میان قریش غالبا واقع شده جنگ فجار است، اگر من نامش اشتباه نکرده باشم. پیامبر صلی الله علیه و سلم در اون جنگ خودش سهیم بود و برای کاکاهای خود تیر میداد در همون جنگی که بود. یعنی آدمی نبوده که گوشهگیری بوده باشه و از وضعیت جامعه به خبر بوده باشه و به اصطلاح خود در یک کنج انداخته باشه و خلاص. آدم بادرکی بود که در همه فعالیت ها وجود داشته. و نکته دیگه که این هم خیلی مهم هست و نشان میده که پیامبر صلی الله علیه و سلم حضورش در جامعه یک حضور بسیار مثبت بوده حتی قبل از بعثت.
یک نکته دیگه ای که رسول الله صلی الله علیه و سلم قبل از بعثت هم انحرافات موجود اجتماعی خود را درک کرده بود و در تلاش ازی بود که در حد توان خودش به اصطلاح چی بکنه، به خاطر رفع معضله اجتماعی تلاش بکنه. یک نمونه در این مسئله اشتراک رسول الله صلی الله علیه و سلم در پیمان به نام حلف الفضول، پیمان جوانمردی است. در میان عرب ها چون ساختارهای اجتماعی از اونها ساختارهای قبیلوی بود، یک مرجعیت وجود نداشت که اگر یک نفر ظلم شوه مثلا بره پیش از اون مثلا دولت و چیزا نبود که بگه حق مرا بگید. غالبا مردم با تکیه به قدرت به اصطلاح قبیلوی خود حمایت میشدن. سر یک نفر که ظلم میکرد قبیلهش مددش دفاع میکرد و باز خصوصا اگر یک قبیله ضعیف می بود با سر از مثلا افراد و قبیله بیشتر ظلم میشد، کسی از اونها حمایت کردن نمیتونست. یا مثلا اگر یک نفر از جای دور می آمد باز اگر کسی سر از مثلا ظلم میکرد دیگه کسی نبود که حمایت بکنه. اسم افراد فراموش میشده. خب یک کسی از یک قبیله دوری آمده بوده برای تجارت در مکه، بعد یکی از بزرگان مکه با یک معامله تجارتی میکنه و مثلا یک مدت زمان خاصی را تعیین میکنه که اون وقت من برای تو مال میتم، اما وقتی که میرسه مال ازیر نمیته، میگه بارو مال کشیده، چون میفهمید که من قدرتمند می بیچاره هم از یک جای دور آمده قبیلهش هم نیست خلاص. وقتی این نفر با این و برخورد مواجه میشه در تلاش از این میشه که یک راه را جستجو بکنه که حمایت عرب ها را برای خود کسب بکنه، قبیلهش هم دور است. و باز بهترین وسیله در اون زمان استفاده از شعر و شاعری بود، چون عرب ها به اصطلاح خود را مردمان به تعبیر ما شما عیاران و کاکه ها میدانستند که ما از مثلا از مظلوم دفاع میکنیم و تو میکنیم. همین نفری که سرش یکی بزرگان مکه ظلم کرده این میره در بین بازار مردم و اشعار را میخونه، بر از اونها میگه این مردمی که شما خود مثلا مهمانداران خانه کعبه میدانین و شما مردم خدا بسیار با افتخار میدانین و مردمان میدانین که کسی در بین شما مورد ظلم و ستم قرار نمیگیره فلان فلان فلان، این فلانی آمده سر من ظلم کرده، بین از من دفاع بکنید. یعنی ظلمی را که سرش واقع شده بوده را در جامعه بیان میکنن. در این جمع خب یک عده کسانی طبعا بی‌اعتنایی میکنن، یک عده از جوانان مکه میآین گرد هم جمع میشن و با خود پیمان بسته میکنن، در تاریخ سیرت به نام حلف الفضول یعنی پیمان جوانمردی مشهور است. و در اینجا با خود تعهد میکنن که هر ظلمی که در جامعه صورت گرفت توسط افرادی که مثلا ضعیف بوده باشن یا قبیله قدرتمند ندارن یا کسی دیگه، ما شما از روی جوانمردی و از روی به اصطلاح انسانیت و از روی خوبی و خیر از او دفاع میکنیم. و رسول الله صلی الله علیه و سلم بعد از رسالت هم میگه اینمی پیمان در خانه کسی به نام عبدالله ابن جدعان بسته کرده میشه. یکی از کسانی که این پیمان را ایجاد میکنه رسول الله صلی الله علیه و سلم است. منظور گپ چیست؟ رسول الله صلی الله علیه و سلم قبل از بعثت مشکلات موجود حاکم در جامعه خود درک میکرد و انگیزه برای تغییر و اصلاح وضعیت ناگوار اجتماعی خودش داشت و عملا اقدام کرده. عملا چی کرده؟ اقدام کرده. با یک جمعی از جوانان با درک و با جمعی از جوانانی که قدرتمند بودن و توانایی ازیره داشتن میان پیمان بسته میکنن و با همدیگه تعهد میکنن که هرگاه در جامعه یک نفر مظلوم قرار میگیره ما موضوع میریم دفاع میکنیم و حقش از ظالم میگیریم. و اونها باز اولین کاری را هم که میکنن از این نفری که به اصطلاح یکی از بزرگان مکه سر ظلم کرده میرن از او حقش میگیرن، میگه مال ازیره برش بده و اگر نتی ما آماده جنگ با تو هستیم. یعنی از این نکته هم دانسته میشه که پیامبر صلی الله علیه و سلم قبل از بعثت انسانی نبود که به ناملایمات و مظالم حاکم اجتماعی خودش تسلیم بده باشه، بلکه عملا به خاطر مقابله و مخالفت در مقابل مظالم حاکم اجتماعی کار میکرد. از این برای ما شما هم درس میده که ما شما هم نباید ولو در هر حدی که هستیم نسبت به وضعیت ناگوار اجتماعی خود باید بی‌اعتنا نبوده باشیم و باید در حد توان خود کمک بکنیم. و جالبش هم است که رسول الله صلی الله علیه و سلم امی موضوع را بعد از رسالت بعد از نبوت هم تایید میکنه. پیامبر صلی الله علیه و سلم میگه ما در خانه عبدالله پسر جدعان در یک پیمان اشتراک کردم. این در مرحله مدنی میگه که اگر آل هم مرا کسی بر اشتراک در امین چون این پیمان دعوت بکنه و را اجابت میکنه. دقت کنید او به اصطلاح به تعبیر امروزی میشه بگیم که مبارزه در مقابل ظلم، مبارزه در مقابل تجاوز و تحدی و ناملایمات اجتماعی. این طبعا یکی از اساسات اسلام هم هست و پیامبر صلی الله علیه و سلم قبل از رسالت هم به اینمی تعهدش خودش بوده و این تایید هم میکنه که اگر عالم مرا کسی به اشتراک در چنین پیمانی به اصطلاح دعوت بکنه ما او را اجابت میکنیم. از اینجا یک از علما استدلال های شرعی هم میکنن و ایست که گاهی وقتا بحث آیا مثلا
جور کردن ساختارهای سیاسی و اجتماعی در جامعه جایز است ناجایز است، ایده میگن نه جایز نیست، ایده میگن جایز است. یک کسانی که طرفدار جواز هستند استدلال به امی سخن پیامبر صلی الله علیه و سلم هست که رسول الله صلی الله علیه و سلم بعد از نبوت هم این کارا چی میکنه؟ تایید میکنه. این کار چیست که یک جمعی از جوانان با یک انگیزه خیر شرعی به خاطر به اصطلاح مقابله با ظلم در کنار هم دیگه جمع میشن و پیامبر صلی الله علیه و سلم بوده تایید میکنه که اگر کسی مرا باز هم به این دعوت بکنه من عملا را اجابت میکنم. این نکته مهم است، یعنی هدف که ما در روز اول هم گفته بودیم ما تلاش میکنیم سیرت پیامبر صلی الله علیه و سلم را تطبیقی بخونیم. معنای تطبیقی بودن سیرت پیامبر صلی الله علیه و سلم است که به این نکات ترکیز بیشتر بکنیم که پیامبر صلی الله علیه و سلم به جای اینکه مثلا میگن در فلانی تاریخ تولد شده فلانی تاریخ وفات کرده، این قضایا این مسائل کاربردی سیرت هست که عملا بر ما شما به درد ما میخوره. چون گاه وقتا مثلا در خیلی جوامع دیگه همی اونا بر خود به عنوان یک افتخار معرفی میکنن که ما نهادها و ساختارهایی را ایجاد میکنیم که در مقابل ناملایمات و نابسامانی‌های اجتماعی بعد استفاده بکنن. به اصطلاح خودشون جامعه مدنی و نفهم فلان اینا یک حتی در ساختارهای دموکراسی به عنوان یک قوه مطرح هست که میتونه در کنار دولت و در کنار رسانه ها در مقابل وضعیت ناگوار اجتماعی، البته اونها بر مبنای مفکوری خود میگن، ما بر مبنای مفکوری خود میگیم طبعا دیگه، یعنی اونا چیزهایی را ممکن اصلاح بدانن که فساد است، ما طبعا بر مبنای ارزش‌های دینی خود باز در مقابل فساد و ناملایمات و مظالم اجتماعی باید استفاده بکنیم. اما وجود این ساختار در زندگی رسول الله صلی الله علیه و سلم بوده قبل از نبوت. از این مهمتر پیامبر صلی الله علیه و سلم امی ساختار بعد از نبوت هم چی میکنه؟ تایید میکنه، یعنی بر ما یک جواز شرعی برش میده و حتی پیامبر صلی الله علیه و سلم رو تشویق میکنه، نه تنها که دلالت به جوازش میکنه، دلالت به ترغیب کردن به این کار میکنه. مثلا میگه واله من این کار را میکنم. نکته دیگه هم که نشان میده پیامبر صلی الله علیه و سلم از لحاظ شخصیتی در اجتماع مکه قبل از نبوت هم یک جایگاه و یک منزلت بسیار بلندی داشت. حل معضله بود که در ساختن خانه کعبه در میان عرب ها نزدیک بود که به وقوع پیونده و غالبا علما میگن که این در زمانی بود که رسول الله صلی الله علیه و سلم خصوصا در سن غالبا 35 سالگی رسیده بوده. البته قبل از این یک نکته دیگر هم خوب است اشاره بکنم، و ازدواج رسول الله صلی الله علیه و سلم هست در مرحله 25 سالگی، بعد در حادثه 35 سالگی بیایم. شما میدونید پیشتر هم اشاره کردم که پیامبر صلی الله علیه و سلم در مرحله طفولیت هم با روابط و معاملات اجتماعی و اقتصادی امو زمان هم آشنا شده بود. به همین خاطر و یک شهرت نیک در میان مردم خودش داشت که یک انسان امین و صادق و به اصطلاح آدم خوب و خیری است. به همین خاطر بعضی از مردمی که خودشان نمیتونستند در سفرهای تجارتی خودشان مال خود ببرن به شام و پس دوباره از اونجا مال اقتصادی بیارن، در تلاش پیدا کردن افرادی میشدن که امین بوده باشن و بتونن به اصطلاح هم بر خود از اونها یک کار پیدا شود و هم بتونن در معاملات اقتصادی افراد را پیش ببرن. خصوصا برای زنها ممکن مشکل تر بود که در اون سفرهای بسیار سنگین اشتراک بکنن و به همین خاطر غالبا زنهایی که تجارت پیشه بودن معاملات تجارتیشون را افراد دیگه پیش می‌بردن. یکی از اون زنها خدیجه بنت خویلد است که از جمله زنان بسیار مشهور و زنان تجارت پیشه و با شخصیت مکه بود، هم از لحاظ شخصیت خودش و هم به اصطلاح از لحاظ خاندانی یک خاندان بسیار مشهور و بزرگ و از قبایل با عزت و با شرف مکه محسوب می‌شدند. شما در مورد از حتما میدونید، من زیاد جزئیاتش نمیگم که یک بار شوهر داشت، بعد شوهرش وفات کرده بود، بعد شوهر دومی میگیره، شوهر دومیش هم وفات میکنه و به این خاطر بعد از این مرحله است که غالبا سنش هم به 40 سالگی رسیده، با وجودی که به خاطر داشتن یک منزلت بسیار بلند اجتماعی، به خاطر داشتن یک شخصیت بسیار مطلوب از لحاظ شخصیتی خودش و داشتن مثلا یک منزلت اقتصادی بالای، به تعبیر خواستگارهای زیادی داشت. اما خیلی از بزرگان مکه خواستگاری از این میکردن، اما خدیجه رضی الله عنها به اصطلاح تصمیم ازدواج را نداشت و به می خاطر وقتی خدیجه در تلاش از این میشه که کاروان تجارتی خود به شام روان بکنه، در جستجوی پیدا کردن یک شخصی میشه که از هر لحاظ سر از او اعتماد بکنه و انسان امینی بوده باشه که در مال جزاش هم خیانت نکنه. و چون پیامبر صلی الله علیه و سلم شهرت داشت، رسول الله صلی الله علیه و سلم مال تجاری خود در اختیار رسول الله صلی الله علیه و سلم قرار میده که به شام ببره و او را در اونجا بفروشه و چیزهایی را که در مکه نیست از شام بیاره، یعنی به اصطلاح واردات صادراتی که ما شما امروز برش میگیم میره انجام بده در بدل یک مقدار مشخصی از مال. و در این سفر رسول الله صلی الله علیه و سلم در کنار سایر افراد میسره غلام خدیجه هم همراهی میکرد به عنوان کسی که کمک بکنه باید، چون در سفرها غالبا زنها بودن، خصوصا کسانی که برای خدمت اینها می بودن.
بر ترتیب رسول الله صلی الله علیه و سلم این سفر را طی میکنه. طبعا یکی از یک سخن مشهوری است، میگه هرگاه شما خواسته باشین با یک نفر چی کنین، خوب او را بشناسین یا که یک معامله اقتصادی بکنین یا هم مثلا کتازو با سفر برین. چون در سفر آدم نمیتونه همیشه به اصطلاح خودنمایی بکنه، با تکلف رفتار بکنه. طبعا هم شخصیت اصلی یک نفر در سفر واضح‌تر دیده میشه. میسره به عنوان یک کسی که در کنار رسول الله صلی الله علیه و سلم در این سفر بود، هر عمل کرد و رفتار و احساس انسانی و کمک با هم نه و امانتداری و صداقت، همه صفات نیکی که رسول الله صلی الله علیه و سلم داشت در امی سفری که تا شام داشتن و پس دوباره برگشتن را همیشه میبینه. و طبعا زنها در این قضایا حساس ترن، رفتارهای کوچک و بزرگ بسیار دقیق میبینن، چون یک سلسله مفاهیم ذهنی خاص زنها دارن که ممکن مردا به خیلی از نکات توجه نکنن، زنها توجه میکنن. به همین خاطر وقتی از این سفر برمیگردن دیگه میسره فقط امی توصیف پیامبر صلی الله علیه و سلم کرده، میگه که محمد تو راست، که محمد تو راست، که محمد تو راست. محمد به اندازه توصیف میکنه که خدیجه رضی الله عنها مجذوب شخصیت رسول الله صلی الله علیه و سلم میشه، در امانتداریش، در صداقتش، در کمک به هم نوان. چون طبعا در سفرهای امو زمان آدمای مثلا کسانی میبودن که مظلوم میبودن، نمیتونستن خود رسیدگی بکنن. پیامبر صلی الله علیه و سلم با همه، یعنی یک انسان خیری که با هر کسی در هر جایی که نیاز به کمک میداشت و چیزا رسیدگی میکرد و خودش هم به عنوان یک انسانی که با درک و با درد بود این کارا را میکرد. امی رفتارهایش و امانتداریش هم رقم جالب هم است که این بار خدیجه در این به اصطلاح سفر تجارتی که مالهاش برده میشه، از هر زمان دیگه که فایده بیشتر برش میاد. بی تعجب میکنه، میگه چطور اینقدر فایده زیاد شد؟ بس مثلا برش میگه که دیگه مردم طبعا مثلا مال یا خیانت میکردن یا یک مال میگرفتن یا در فروش از او دقت نمیکردن یا در خریدن مال دقت نمیکردن، و محمد این مثل ازی که مال خودش بوده باشه از هر لحاظ امانتداری و صداقت و چیزا را رعایت کرده و میخواد قدر فایده بیشتری میکنه. و از لحاظ اخلاقی هم وقتی میسره خیلی توصیف میکنه خدیجه مجذوب شخصیت رسول الله صلی الله علیه و سلم میشه. و با وجود اینکه قبلا نه تنها تصمیم ازدواج نداشت بلکه خواستگاری تعداد زیادی از بزرگان مکه رد کرده بود، این بار خودش متمایل میشه به اینکه با رسول الله صلی الله علیه و سلم ازدواج بکنه. و در کنار از او رسول الله صلی الله علیه و سلم در اون مرحله هم رسیده که در تلاش ازی میشه که به اصطلاح خانه خود جور بکنه، و چون سنش هم کلان شده و نوع اینه به اصطلاح فعالیت های اقتصادی هم داره، یک درآمدی هم برش وجود داره. پیامبر صلی الله علیه و سلم بعد از اینکه از سفر برمیگرده در تلاش ازی میشه که در خانه خود زندگی بکنه، در خانه عبدالله. قبلا در کنار کاکای خود بود و زنها خب باز بعضی موارد خوب و ظرافت ها رو میفهمن. خدیجه این گپه با یک خارخوندی خودش مطرح میکنه، کسی دیگه است برای مطرح میکنه که تو برو به اصطلاح در مورد از محمد پرسان میکنه که آیا این تصمیم ازدواج داره یا نداره، و به یک شکلی بر از اون مطرح بکو که مثلا متمایل با ازدواج با من هست، یعنی تو نیک از طرف من واضح برش بگی به اصطلاح به صورت ضمنی کارا بکو. و طبعا خصوصا زنهای کلان باز خوب بلدن که کارا را به چی شکل انجام بدن. و جالب هم است که رسول الله صلی الله علیه و آله وقتی است که آمد در خانه خودش، این زن که میاد این یک فرصت هم برش برابر میشه، میگه من تصمیم داری که در خانه خود زندگی بکنی؟ مثلا میگه بله. خب میگه من تصمیم ازدواج هم داری؟ رسول الله صلی الله علیه و آله میگه خب حتما برابر شه. بعد به یک شکل ضمنی به اصطلاح مطالبه خدیجه را برش در میان میگذاره. رسول الله صلی الله علیه و سلم بعد میره این مشوره را با ابو طالب کاکای خودش میکنه به عنوان کسی که به اصطلاح سرپرست از اون محسوب میشه و اینا. ابو طالب هم نه تنهایی که به اصطلاح میپذیره بلکه خیلی خوشحال میشه و میفهمه که شخصیت خدیجه از هر لحاظ کاملا مطلوب هست و مورد پسند است و مورد تایید. به این خاطر باز مقدمات به اصطلاح خواستگاری و ازدواج این مسائل مطرح میشه و رسول الله صلی الله علیه و سلم ازدواج میکنه. ازدواج رسول الله صلی الله علیه و سلم به یک شبهه کلان دیگی که غالبا اسلام ستیزا در مورد رسول الله صلی الله علیه و سلم مطرح میکنن با خدیجه و با زندگی رسول الله صلی الله علیه و سلم، با او یک شبهه بسیار کلان دیگی مشرکین بسیار واضح جواب میده. او است که از کثرت ازدواج های رسول الله صلی الله علیه و سلم عده‌ای از غیر مسلمان ها و یا مستشرقین و کسانی که تحت تاثیر دیدگاه های از اونها هستند این موضوع را مطرح میکنن که گویا پیامبر صلی الله علیه و سلم یک مرد شهوترانی هست و به این خاطر زیاد ازدواج کرده و فلان و فلان. البته تفصیل از این ما در بحث سلسله پاسخ به شبهات اسلام ستیزا به صورت تفصیلی پاسخ دادیم و در صفحه یوتیوب پیام حق از دوستا تفصیل از را گفتیم. اینجا فقط به یک نکته اشاره میکنیم، اون است که یعنی شهوانی بودن یا به اصطلاح شهوتران بودن رسول الله صلی الله علیه و سلم به یک شکل بسیار ساده اینجا بگونی میتونه جواب داده شود. و او است که
اگر رسول الله صلی الله علیه و سلم یک مرد شهوترانی بود و در ارضای شهوت خودش هیچ ارزش‌های حاکم و انسانی و اخلاقی را رعایت نمی‌کرد، قبل از مرحله 25 سالگی هم مثل که در درس قبلی اشاره کردیم، در ارضای مسائل شهوانی در جامعه مکه محدودیتی وجود نداشت، بلکه رقمی که گفتیم کارهایشان بیرقی بود، در خانه‌های مشخصی بیرق‌های سرخ بند بود. بعد مردم می‌فهمیدن که اینجا زنان بدکار است، می‌رفتن و کار می‌کردن و مردم هم این ناپسند نمی‌شمردن. اما هرگز از رسول الله صلی الله علیه و سلم یک کار صورت نگرفت. دوم، ازدواج‌های رسول الله صلی الله علیه و سلم دیگرایش هم و ازدواج با خدیجه رضی الله عنها نمیتونه بر مبنای معیار شهوانی وجود صورت گرفته باشه، چون اگر بر مبنای معیار شهوانی صورت میگرفت، هیچ آدم شهوترانی در مرحله جوانی خودش که در اوج زیبایی ظاهری هم قرار داره، یک موقف بلند اجتماعی هم داره، از بزرگان قبیلوی خودش هم هست، مردم او را به عنوان انسان خوب میدانن، آماده نمیشه با یک زن 40 ساله بیوی که 2 دانه شوهر قبل از این داشته و سنش هم 15 سال کلانتر از او بوده باشه ازدواج بکنه. یعنی یک نفری بر معیار شهوت ازدواج بکنه، خب تمایل انسان به چی میره از لحاظ شهوانی که آدم بسنجه؟ طبعا به دنبال دختر باکره جوانی با قد و قامت مناسب میره دیگه. طبیعت انسانی همین رقم هست. یعنی انسانی که با معیار شهوت ازدواج بکنه قطعا این رقم ازدواج نمیکنه دیگه. طبیعت انسانی است. دقت کردین؟ خب به این خاطر و نکته دیگه چیست که رسول الله صلی الله علیه و سلم با خدیجه رضی الله عنها که 15 سال بزرگتر از ازدواج میکنه، بعد تا 25 سال عمر خود با او سپری میکنه. 25 سال عمر خود با او سپری میکنه و سایر ازدواج های رسول الله صلی الله علیه و سلم بعد از وفات خدیجه رضی الله عنها صورت گرفته و همه بعد از مرحله 53 54 سالگی. خب اگر پیامبر صلی الله علیه و سلم مرد شهوترانی بود دیگه، شهوتش بعد از 53 و 54 گل نمیکنه دیگه. خود در مرحله 20 و 25 این مراحل است که انسان شهوتش، غریزه شهوتش قدرتمندتر از دیگه نه که فرد در نزدیک 60 سالگی باز به این مرحله برسه. و دیگه می که همه ازدواج پیامبر صلی الله علیه و سلم با زنان بیوه است و یک از زنان اصلا تمایل شهوانی بیخی نداشتن، نوبت خودم میگفتن به دیگران بدیم. دقت کردم همه زنان بیوه و باز تفصیل از گفتم دوستایی که میخواستن در اونجا ببینن، فقط یک اشاره کردم به این که یعنی ازدواج رسول الله صلی الله علیه و سلم با خدیجه رضی الله عنها، یک زن بیوه 40 ساله‌ای که 25 سال عمر خود رسول الله صلی الله علیه و سلم با او سپری میکنه، واضح ترین دلیل از برازی که رسول الله صلی الله علیه و سلم مرد شهوترانی نبوده و بر اساس شهوت ازدواج نکرده. گرچه خود شهوت، وجود شهوت بد نیست، بلکه یک ضرورت زندگی انسان است. مهم است که انسان در رضای از او ضوابط عقلی و شرعی و ارزش‌های اخلاقی را رعایت بکنه و پیامبر صلی الله علیه و سلم الحمدلله این نکته را کرده. از اینجا هم یعنی پیشنهاد ازدواج خدیجه رضی الله عنها در مورد پیامبر صلی الله علیه و سلم با وجود داشتن منزلت اجتماعی بلندی و با وجود اینکه به تعبیر خود زنها خواستگارهای زیادی داشته، نشان میده که پیامبر صلی الله علیه و سلم یک شخصیت بسیار مطلوب و پسندیده از هر لحاظ در جامعه خودش مطرح بوده. بر ترتیب این هم یک دلیل بسیار واضح است. یعنی از اینجا هم ما منزلت رسول الله صلی الله علیه و سلم و جایگاه نیکوی پیامبر صلی الله علیه و سلم در اجتماع را میتونیم بشناسیم. این نکته دیگه است که بیشتر به او اشاره کردم، این است که رسول الله صلی الله علیه و سلم در حل معضلات اجتماعی خودش هم یک آدم به اصطلاح مورد اعتماد همه افراد قبیله قریش بود. دلیل واضحی قضیه امی بود که قریش تصمیم گرفتن خانه کعبه را دوباره از سر بنا بکنن و وقتی خانه کعبه را بنا میخواستن دوباره بسازن، اول میترسیدن که خانه کعبه را اگر ما تخریب بکنیم نشه ما را خدا عذاب بده، خصوصا مسئله حادثه فیلم نزدیک بوده. به این خاطر عربا بعضی کارهای عجیب جالب میکردن. باز گفتن که خب نیت ما واضحه است، الله میفهمه که ما نیت ما چیست. به این خاطر بازم میترسیدن. یکی از بزرگانشون گفت خیمه چی میکنم؟ 1-2 دانه خشت خانه کعبه را میکنم، بعد یک چند روز منتظر میمونیم، اگه من چیز شد باز دیگه غرض نگیریم خانه کعبه را، اگه چیز نشد باز خانه کعبه را تخریب میکنیم، از سر بنوش میکنیم. یکی از اینا همین کارا میکنه، اسمش هم فراموش کردیم، مهم نیست اسمایی کی بودم. بعد این نفر 2 خشت خانه کعبه را میکنه، بعد یک چند روز منتظر میبینن که نه چیز نشد، باز کل خانه کعبه را تخریب میکنن و باز پیسه جمع میکنن که خانه کعبه را دوباره بنا بکنن و میگن که امو پول را بیارین که در مورد از اینکه درآمدتان یک درآمدی است که سر به اصطلاح در نتیجه ظلم و زور از کس نگرفتین او بوده باشه، چون میفهمیدن خانه کعبه مقدس است و او برشان به اصطلاح ارزشمند بود. میگفت از پولی که در نتیجه ظلم و چیزا به دست آمده باشه نباشه. یعنی تا حدودی میشه بگیم که در روابط اقتصادی هم به بعضی از ارزش ها اگر عملا پابند نبودن میفهمیدن که اینی به اصطلاح مال خودم است، اینی مال مردم است که در زور گرفتیم، اینی در مثلا در ربا گرفتیم، اینی در چی گرفتیم. گفتن که همون پول‌های را بیاریم
که کاملا مطمئن بوده باشیم که از طریق به اصطلاح حق خود ما بوده باشه و به تعبیر شرعی اگه تعبیر بکنیم از طریق حلال و دست ما آمده باشه. وقتی پولا رو کلش جمع میکنن میبینن که پولشان کم است، نمیتونن خانه کعبه را بر اساس همو موقعیت قبلیش بنا بکنن. بعد میگن خب خیر مشکل نیست که ما کی را خرد میکنین. شما خانه کعبه را دیدین، یک قسمتش تو یک به اصطلاح چیز حتیم که برش میگن، اصلا این هم داخل خانه کعبه بود، یعنی خانه کعبه قبل از این کلان بوده، منطقه وسیع‌تری رو در بر میگیره. وقتی اینها پولشان کم میشه میگه خیر کمکی رو خردترک شروع میکنه، مشکل نداره. و حتیم از کعبه بیرون میمونه و بعد به خاطری که دانسته شده این هم در محوطه خانه کعبه است، حالا یک دیوار گل رقم گرفته شدگی است که فهمیده میشه اونجا در محوطه کعبه باشه. بعد پیامبر صلی الله علیه و سلم بعدها میگه، بعد از اینکه مکه را فتح میکنه، برای عایشه رضی الله عنها میگه اگر قوم تو از لحاظ به اصطلاح در اسلام جدید نمی بودن، من دوباره خانه کعبه را تخریب میکردم و امو حتیم هم داخل خانه کعبه می آوردم و دو دروازه براش جور میکردم، یک دروازه ورودی و یک دروازه خروجی. اما میگه چون مردم تازه در اسلام هستن خواد بیان میگن محمد کل کارا رو خراب کرده، حالا آمدم خانه کعبه رو بخی. یعنی به خاطری که یک انعکاس منفی ایجاد نشه، رسول الله صلی الله علیه و سلم از این خودداری میکنه و از این هم علما یک استدلال شرعی دیگه میکنن که هرگاه یک کاری ولو کار نیکو و پسندیده هم بوده باشه، اما احتمال چی را داشته باشه، احتمال ایجاد یک مشکل داشته باشه، از لحاظ شرعی باید تو چی کرده شود، ترک کرده شود. و دلیلش چیست که رسول الله صلی الله علیه و سلم از تخریب، اگر کار خوبی بود، پیامبر صلی الله علیه و سلم خانه کعبه رو دوباره اثر بنا میکرد و ابو حتیم هم داخل خانه کعبه می آورد، اون رقمی که پیامبر میخواست و پیامبر صلی الله علیه و دوران ابراهیم هم رقم بوده. یعنی رسول الله صلی الله علیه و سلم میخواست دوباره خانه کعبه را بر مبنای اون ساختارهای ابراهیم علیه السلام بنا بکنه. این کار نیکو پسندیده مستحب خوبم هست، اما پیامبر صلی الله علیه و این کار خیر خوب ترک میکنه. چرا ترک میکنه؟ به خاطری که میگه نشه باز به اصطلاح مردم یک چی بکنن، به اصطلاح یک دستاویز برای یک از مردم بیاره که حالا محمد کلی چیزا را از بین برده، این خانه کعبه را هم خراب کرد. چون حرمت و منزلت خانه کعبه در بین مسلمان و مشرک همه مردم یک رقم بود، یعنی مشرکین مکه هم به کعبه منزلت بسیار بزرگی قائل بودن. یعنی از اینجا رسول الله ما یک استدلال درستی را میکنن. خب بر ترتیب زمانی که عرب ها دوباره خانه کعبه را بنا میکنن، در هنگام گذاشتن سنگ اسود یا حجر الاسود بین قبایل اختلاف میشه، چون گذاشتن هر قبایل غالبا میدونین که در میان عرب ها افتخارات به فعالیت های قبیلوی زیاد مطرح بوده که ما فلانی قبیله مت کار کردیم، اونا میگن ما کردیم، میگه گذاشتن سنگ اسود یا حجر الاسود در خانه کعبه در بنای از او یک افتخار خیلی کلانی بوده. هر قبیله میاد میگه کی ما میمونیم، دیگهش میگن نه ما میمونیم، دیگهش میگه ما میمونیم. خلاصا نزدیک است که در بین قبایل به خاطر این مسئله که یک افتخار کلان تاریخی بوده همیشه، نزدیک است که یک جنگ بسیار کلانی در بگیره. بعد بین خود توافق میکنن، میگه که خب خیر ما این کارو نمیکنیم، فردا باز از فلانی دروازه هر کس که آمد اونم هر چه فیصله کرد. یعنی کارهای خود به اصطلاح به این شکلی گاهی وقتا حل میکردن عرب ها. خب فردا اونا همه مردم منتظرن که از اون دروازه که اینا تعیین کرده بودن کی میبینه که رسول الله صلی الله علیه و سلم. بعد همه مردمی که در اونجا بودن همشون میگن محمد امین است، محمد امین است، که فیصله زیر قبول داریم. یعنی منزلت پیامبر صلی الله علیه و سلم از لحاظ امانتداری و از لحاظ تدبیر و شخصیت بزرگ و منصف و معقول مورد قبول همه قبایل عرب و خصوصا مردمان قریش بود. به این خاطر رسول الله صلی الله علیه و سلم وقتی او میگن که تو در این مورد فیصله کن، رسول الله صلی الله علیه و سلم هم به اصطلاح یک راهکار معقول را جستجو میکنه که تو نشه که اون قبیله به اصطلاح فکر بکنه به نفع ما گفت، قبیله به ضرر ما گفت. یک راهکار رو شروع میکنه که همه مردم از حل معضلش هم راضی بوده باشه. از این انسان یک نکته دیگر هم میفهمه، گاهی وقتا بعضی از مردم هست آدم رو مثلا برای شخصیت میته، جایگاه منزلت میته که بری فلانی قضیه رو حل کنه، آدم گنگسوگل است قضیه رو خرابتر میکنه که حتما سر یک نفر زمین مثلا به رقم نبود که خب خودم میگم خب بیای بنی هاشم بیای دیگه ما شما میمونیم کلا یه دستی مثلا کار نمیکنه. یک راه حل معقولش جستجو میکنه که یک چادر را میخواد طلب میکنه و چادر را هموار میکنه، بعد از سنگ داده او میگذاره از همه قبایل یک نفر را میگه بیاین اینو بگیرین که شما کلتون به این کار خیر به اصطلاح خودتون اشتراک کردین. به این ترتیب همه مردم راضی میشه و هیچ کسی به مثلا ناراحت هم نمیشه و خفه هم نمیشه. و نکته اصلی که من میخواستم بهش اشاره بکنم است که وقتی همه مردم قبایل میبینن که پیامبر صلی الله علیه و سلم همشون با یک زبان میگن که محمد امین است، محمد صادق است، محمد چیست، فیصله و گپ پذیر هم قبول میکنیم و پیامبر صلی الله علیه و سلم عملا هم به یک معضله کلان را به گونه‌ای حل میکنه که هیچ کسی ازش ناراحت هم نمیشه، خفه هم نمیشه و یک کار میشه. همه این حوادث
و در کنار از این حادثه دیگه هم که نشان میده منزلت رسول الله صلی الله علیه و سلم و این تقویت میکنه مو گپی که ما گفتیم پیامبر صلی الله علیه خدیجه رضی الله عنها بر اساس شناخت شخصیت پیامبر با پیامبر ازدواج کرده. است که بعد از اینکه بر رسول الله صلی الله علیه و سلم وحی نازل میشه، این تفصیل از این باز به صورت مفصل ذکر میکنیم، فقط به یک نکته اشاره میکنیم که رسول الله صلی الله علیه و سلم چون مفهوم نبوت چیزا رو نمیدونه، یک ناراحتی و یک دلهارگی و یک ترس در دل از او وجود داره. فکر میکنم من نشه هلاک شم، کدام ضرری برام برسه و میخواد در خانه میاد بر خدیجه رضی الله عنها میگه مرا بپوشان و بعد میگه من میترسم که مرا چیز نمیفهمه چی گپ است به رسول الله، چیز ضرری نرسه. بعد خدیجه رضی الله عنها بر رسول الله صلی الله علیه و سلم میگه الله تو را هلاک نمیکنه. بعضی از صفات بسیار بزرگ و بارز برش یادآوری میکنه، میگه تو کسی هستی که مظلوم را حمایت میکنی، تو کسی هستی که صله رحم را به جا میاری، تو کسی هستی که برای فقرا کمک میکنی، تو فلان 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 کار میکنی. الله تو را هلاک نمیکنه. از این جهت دانسته میشه این خدیجه رضی الله عنها این مسائل که ذکر میکنه به چه وقت برمیگرده؟ به قبل از مرحله بعثت رسول الله صلی الله علیه و سلم برمیگرده. دقت کردین؟ و این که معیار را هم که خدیجه رضی الله عنها در ازدواج با رسول الله صلی الله علیه و سلم مد نظر داشته، امیت مفاهیمی بوده که برش میگه تو انسانی هستی که از مظلوم کمک میکنی، تو انسانی هستی که مثلا با مردمایی که با تو آشنا هستن به اونها معاونت میکنی، سر مردم ظلم نمیکنی، تجاوز نمیکنی، تعدی نمیکنی. یعنی همه صفات نیک رسول الله صلی الله علیه و سلم را برش یادآوری میکنه. از این جهت جایگاه و منزلت رسول الله صلی الله علیه و سلم در میان جامعه هم هست، چون بعضی مفاهیمی که خدیجه رضی الله عنها اشاره میکنه مفاهیم اجتماعی است، کمک کردن به مظلوم، صله رحم را به جا آوردن و دیگه موارد. و دیگه کنار از او شخصیت مطلوب و پسندیده و نیکوی رسول الله صلی الله علیه و سلم در داخل خانواده. بعضی از ما شما هستیم در بیرون مردم ما خیلی خوب فکر میکنن در خانه که برین دیگه خدا میفهمه که چی حالت داشته باشیم. این نشون میده که ما تو او قدری که مردم ما رو خوب فکر میکنن نیستیم، اما رسول الله صلی الله علیه و سلم در خانوادهش هم تو چیزی بوده. یعنی گپ را خدیجه میگه. دقت کردین ما شما می رقم نیستیم، اما پیامبر صلی الله علیه و سلم تو نبوده. در داخل خانواده خودش هم و در داخل اجتماع هم یک شخصیت کاملا نیکو و مطلوب و معقول و پسندیده بوده. هدف اصلی معمی بود که در این درس اشاره بکنیم به این که رسول الله صلی الله علیه و سلم قبل از بعثت یک شخصیت کاملا نیکو، معقول و پسندیده و انسان عادل و منصف و معقول و با درک و با درد بوده که در حد توانش در همه انواع فعالیت ها اگر خانوادگی بوده باشه خانوادهش ازش کاملا راضی بوده. اگر این فعالیت ها اقتصادی بوده، امانت و صداقت و این چیزایش و این که حقوق مردم را ضایع نکنه در فعالیت های اقتصادیش مطلوب بوده. و این که رسول الله صلی الله علیه و سلم درک و درد بر حل معضلات اجتماعیش هم داشته، این هم واضح و آشکار بوده. این پیامبر صلی الله علیه و سلم قبل از اسلام هم، قبل از رسالتش هم از هر لحاظ یک شخصیت چی بوده؟ یک شخصیت کاملی بوده، از لحاظ اخلاقی، از لحاظ اجتماعی، از لحاظ به اصطلاح معاملات اقتصادی، از نوع تعاملش با مردم و داشتن انگیزه برای حل معضلات اجتماعی و عملا سهیم بودن در معضلات و مشکلاتی که در جامعه او زمان مطرح بوده. پیامبر صلی الله علیه و سلم یک شخصیت کاملا نیکو پسندیده بوده و زمانی که با افتخار نبوت و رسالت از جانب الله تبارک و تعالی افتخار بخشیده میشه، کاملا باز موضوع بزرگتر و جدیتر هست و ان شاء الله در هفته های بعدی هم کم کم وارد این مباحث هم میشیم. الله متعال بر همه ما شما توفیقی را نصیب بکنه که شخصیت رسول الله صلی الله علیه و سلم را خوب درک بکنیم و در تلاش ازی باشیم که در زندگی خودم شخصیت رسول الله صلی الله علیه و سلم را به عنوان یک الگو قرار داده و در زندگی خود از او الگو برداری بکنیم. الله متعال بر همه ما شما توفیق نصیب بکنه. سبحانك اللهم ربنا و بحمدک، نشهد ان لا اله الا انت، استغفرک و اتوب الیک. دار